پس بازی رئال مادرید و پی اس جی. واکنش اسفناک رئال در مقابل پی اس جی، به ویژه مدافعانش یعنی آنتونیو رودیگر به همراه راول آسنسیو. خب سلام بچه‌ها به چنل خودتون یعنی کورنر خوش اومدید. ما امروز قراره که این دیدار رو آنالیز، تحلیل و بررسی بکنیم. خب این دیدار یه حرف دیگه اینه که ویدیو بخش بندی داره. هر بخشی که دوست دارین میتونید برین تو دیسکریپشن، برین پایین اونجا زمان بندی شده و زمان بندی و بخش بندی شده. میتونین اون بخشی که دوست دارین برید و بزنید و ببینید تا وقت کمتری براتون هدر بره. خب دیدار میخواست ساعت 10:30 به شب 19 تیر برگزار بشه، اما به خاطر اینکه دور ورزشگاه شلوغ بود دیدار 10 دقیقه تاخیر خورد و ساعت 10:40 برگزار شد. استادیوم این دیدار هم داخل متلایف نیوجرسی بود، استادیومی که برای میزبانی فینال هم آماده شده و داخل 22 تیر ساعت 10:30 هم باید دیدار فینال انجام بشه و باید این ورزشگاه اون موقع آماده باشه که دیدار پی اس جی و چلسی. خب داور بازی هم سیمون مارسینیاک بود، داوری که یکی از بهترین داورهای حال حاضر فوتبال جهان، داوری که فینال آتاتورک رو سود زده، فینال بکنم لیگ ملت‌های فوتبال اروپا ما رو سود زده. واقعا داور خوبیه. پاریس سن ژرمن برای اینکه تا نیمه نهایی برسه از صد تیم‌هایی مثل اینتر میامی با اختلاف برد و از بایرن هم به سختی ولی با تغییر 10 دقیقه‌ای داخل دقایق آخر تونست این تیم‌ها رو شکست بده و رئال هم از صد تیم‌های یوونتوس و دورتموند عبور کرد. خب پی اس جی به دنبال اینه که کلکسیون افتخاراتش داخل امسال بهتر بکنه و بیشتر بکنه و اولین کسی باشه که جام باشگاه‌های جهان 2025 رو داخل فرمت جدیدش ببره. رئال هم دنبال اثبات نسل جدیدش بود ولی جاوی آلونسو هم تقصیر نداره، بیشتر داره بهش گیر میره. این بایرنی که 9 نفره بود از پی اس جی که 9 نفره بود از بایرنی که 11 نفره بود برد. اون پی اس جی خیلی قویه. 2-0 تیمی که 9 نفره هست میتونه 2-0 تیم بایرن رو ببره، یکی از بهترین تیم‌های اروپا و آلمان و قهرمان امسال آلمان. و واقعا عجیب بود اون دیدار و اصلا ایرادی نداره جاوی آلونسو داخل این دیدار باخت و رئالی بدجور عصبانیان. بعضی از رئالیا عصبانیان از جاوی آلونسو یا بعضی از فوتبالیا. تازه 5 تا بازی تازه به عهده 6 تا بازی به عهده گرفته. اصلا دلیل نمیشه بهش گیر بدیم که چرا 4 تا خورده. تازه اصلا اون میتونست بازی رو بهتر پیش ببره با تفکرات و تجربه خودش، اما به خاطر اینکه اون دو مدافع الدنگ یعنی آنتونیو رودیگر و راول آسنسیو اونجا بودن و اشتباهات متعددشون انجام دادن باعث شدن که رئال داخل 23 دقیقه 3 تا گل بخوره و همون نیمه اول یعنی وسط نیمه اول کار تمام بشه. خب ترکیب رو بررسی کنیم. بخشید خب پاریس سن ژرمن ترکیبش اول از ترکیب پاریس سن ژرمن شروع می‌کنیم. ترکیب این تیم 4-3-3 بود و نمره 7.46 رو کل تیم گرفت. جان لویجی دوناروما سنگربان این تیم بود که این بازی کلین شیت کرده. فکر کنم سرجم داخل جام باشگاه‌های جهان تا الان 5 تا کلین شیت کرده و الان بهترین دروازه‌بانیه که تا الان رکورددار کلین شیت داخل این تورنمنت. اشرف حکیمی هم انگار مدافع راست یا آر ام هست. این بازیکن تا از محوطه جریمه تیم خودش تا محوطه جریمه تیم حریف میره و گلزنی میکنه، پاس گل میده. این بازیکن مراکشی هستن. حیف بود که رئال این بازیکن فروخت و الان به احتمال زیاد پرز و سران رئال مادرید باید از این فروش ناراضی و ناراحت باشن. مارکینیوش مدافع وسطشون بود به نمره 7.6. اشرف حکیمی 8.1 شد. برالدو هم جایگزین پاچو بود به خاطر اینکه اون پاچو مدافع وسط کنار مارکینیوشه که به دلیل اخراج
اخراج شدن برالدو اومد جاش و برالدو داخل جام جهانی باشگاه جهان تا الان خوب نبود، ولی داخل این دیدار خودش رو بهتر کرد و به نمره 7 و 5 بازی رو به پایان رسوند. نونو مندس هم که گل نزد ولی اثر خودش رو تیم گذاشت، نمره 7 و 9 گرفت، نمره خوبیه و تعویض شد. ژائو نوش هم کارت زرد گرفت ولی نمره 7 و 1 کسب کرد. کلا زیاد خوب نبود این بازیکن و از بدترین بازیکن‌های پی اس جی حال این داره. با این نمره 7 یکم خوبه. مدافع باش هافک وسط دیگه‌شون هم قلب خط هافکشون ویتینیا، هافک که جواهر شده واسه خودش. این هافک پرتغالی واقعا بازی سازی میکنه، پاسکاری میکنه. داخل فینال چمپیونز لیگ هم اگه اونو نداشتن 2-0 تهش میبردن، ولی این بازی رو اون بازی و این بازی رو مدیون ویتینیا هستن. علاوه بر بازیکن‌های دیگه مثل فابیان رویز که الان براتون نمره‌شو میگم، نمره 9 و 3 کسب کرد و انگار نه انگار سی ام بازی میکنه. سیستم میزنی که جوریه که با اینکه داخل خط حملهشون 3 تا بازیکن 3 نفر دیگه هم پیشروی میکنن تو محوطه جریمه حریف و 6 تا بازیکن میشن در مقابل در زمان حمله کردن. فابیان رویز به عنوان هافبک دبل کرد و تعویض هم شد و نمره 9 و 3 بهترین بازیکن زمین شد. نمره ویتینیا هم یادم رفت 7 و 8 بود. زیر 2 هم یکی از فکر کنم بدترین بازیکن پی اس جی بود داخل این دیدار با نمره 6 و 9 و نیازهای انریکه رو برآورده نکرد و زیاد امیدوار نبود انریکه به این بازیکن داخل این دیدار، با اینکه کلا بازیکن خوبیه. تعویضم شد. کل مهاجماش تعویض شدن. کواراتسخلیا دمبله دوه. این 3 تا تعویض شدن. دمبله هم نمره 8 و 3 رو کسب کرد، یه گل پاس گل داد، گل دومو زد و پاس گل اولو داد. بعد گل سوم پی اس جی هم خیلی قشنگ بود. اشرف حکیمی 2 تا 1-2 کرد، فضا رو قشنگ گرفتن، از فضایی که رئال داده بود استفاده کردن قشنگ. 2 تا 1-2 کرد، حرکت کرد از جناح راست و پاس داد به فابیان رویز. اون گل زیبا به ثمر رسید. کوارتسخلیا نمره 7 و 3 رو کسب کرد، دمبله هم نمره 8 و 3. کوارتسخلیا دنبال تو زدن تو محوطه جریمه بود ولی مدافع داخل این بخش خیلی خوب بودن، مدافعایی که یه پاپاسی نمیارزیدن داخل این دیدار. ترکیب رئال هم 4-3-1-2 بود، یکی از ترکیب‌های جدید ژاوی داخل این تیم. نمره 6 و 39 رو کسب کرد رئال که نمره اصلا خوبی نبود. خب منطقیه این نمره رو کسب کنن و کورتوا سنگربانشون بهترین بازیکنشون به نظر من بود، با اینکه آدمی 4 تا گل خورد نمره کمتر میدن. 6 و 7 شد نمرش، میتونست حتی 8 هم بشه، 7 هم بشه، بیشتر از 7. واقعا 2 تا سیو قبل اینکه گل بخوره رئال 2 تا سیو عالی داشت که باعث شد دیرتر رئال گل بخوره و دروازه‌بان داخل کل تورنمنت خوب بود. فد والورده کاپیتان تیم امروز دفاع راست بود، به خاطر اینکه ترنت الکساندر آرنولد به دلیل مسئولیت جزئی نتونست فیکس بشه امروز و گفتن یا واسکز رو بازی بدیم یا والورده، که واسکز اصلا لامصب اتوبان با میکنه جناح راست، وقتی بازی میکنه جناح راست رئال اتوبان میشه قشنگ و ترجیح دادن که والورده بیاد تو و نمره 6 و 3 رو کسب کرد. کلا این بازیکن جنگنده بازی کرد، هر کی بود بهتر از بازیکنای دیگه مثل داخل خط دفاع بود، مثل رودیگر و آسنسیو نمره 57 کسب کرد با اشتباه سر یک گل. آنتونیو رودیگر هم یه اشتباه دیگه کرد سر یه گل دیگه، با هم سرجم 2 تا گل اشتباه کردن. رودیگر نمره 55 کسب کرد. آسنسیو هم 57 که تعویض شد و به جاش ادر میلیتائو اومد و امروز بهترین بازیکن تیم رئال به عنوان تعویضی و به عنوان بهترین بازیکن کلی ادر میلیتائو و مدافع چپشون هم که حالا کل این تورنمنت خوب بوده فران گارسیا بوده. این بازیکن فیزیک بدنیش خوبه، داخل دوئل ها موفق بوده و یکی از بهترین بازیکنایی بوده که داخل جام باشگاه‌های جهان بوده از نظر دوئل موفق با در مقابل بقیه بازیکن‌ها. سه بازیکن خط هافک وسط هم بلینگام بودن، چامینی بودن و آردا گولر که 6 و 7 رو کسب کرد. جود بلینگام با اینکه مصدوم بود بازم این نمره خوبه برای بازیکنی که تیمش 4-0 شکست خورده،
شاملی کارت زرد دریافت کرد و تنها دریافت کننده کارت زرد داخل تیم بود و نمره 6 و 2 رو کسب کرد. آردا گولر هم که این بازی زیاد بیشتر گم بود به نسبت بقیه بازی ها و تا الان بهترین بازیکنی که بیشترین پاس گل داده و فران گارسیا هم نمیدونم کیلیان امباپه و به همراه گونزالو گارسیا دو مهاجم وسط بودن و پشتشون وینیسیوس بود و البته جای گونزالو و وینیسیوس فکر کنم تغییر میکرد داخل بازی. وینیسیوس و گونزالو تعویض شدن. گونزالو نمره 6 و 1 رو کسب کرد و امباپه 6 و 8 و وینیسیوس هم 6 و 7. وینیسیوس که اصلا تو کل بازی تو همه بازی‌ها خوب نبود. حالا سالزبورگ بگم بود، مقابل سالزبورگ بود که اون بازی خیلی خوب بود. خب بریم سراغ بهترین بازیکن‌ها بر اساس نمره. به ترتیب پاریس سن ژرمن. فابیان رویز به نمره 9 و 3، دمبله با 8 و 3 و اشرف حکیمی به نمره 8 و 1. بهترین بازیکن‌های رئال هم به ترتیب 7 و 1. ادر میلیتائو بعد دومین مسئولیت رابطه خودش به تیم برگشت داخل این بازی و به عنوان تعویضی اومد. کیلیان امباپه نمره 6 و 8، تیبو کوردوبا نمره 6 و 7 و فابیان رویز هم بهترین بازیکن به نمره 9 و 3. روزنامه مارکا بعد اینکه دید این تیم یعنی رئال مادرید تورنمنتش به پایان رسیده به همه بازیکناش داخل جام باشگاه جهان نمره داده. خب نمراتو براتون میخونم. تیبو کورتوا نمره 9 و 5، دروازه‌بان آماده و مطمئن حتی مقابل پاریس که چند تا واکنش نجات بخش داشت. واقعا راست گفته مارکا و این دروازه‌بان واقعا خوب آماده است با اینکه یکم سنش بالا رفته و مسئولیت هم داشته، باز هنوز خوبه، مثل بقیه بازیکن‌ها نبود که مصدوم شده دیگه برنگشت. فدریکو والورده هم نمره 10 رو کسب کرد، بهترین بازیکن تیم از نظر مارکا که همه کاره، جنگنده، پرتلاش و تاثیرگذار داخل بیشتر پست‌ها بود. لوکا مودریچ هم با بازی درخشانش ودایی با شکوه داشت، یک اسطوره تمام عیار. این بازیکن آخرین بازیش بود که داخل رئال بود و به عنوان تعویضی اومد تو تیم و چند تا حرکت قشنگ هم انجام داد و این مودریچ اگه همون اول فیکس بودی گل میزدیم حداقل. نمره 10 رو کسب کرد. این هویسن نمره 10 رو کسب کرد که ستاره نوظهور خط دفاع محکم باهوش و قابل اعتماده. این بازیکن اصلا لانگ بالاش خیلی قشنگه و این بازی هم نبود، خیلی حیف شد و باعث شد که یکی از دلایل باخت واقعا نبود هویسن بود، به خاطر اینکه این بازیکن با اینکه داخل خط دفاعی بازی سازی میکنه، لانگ بالاش عالیه، درصد پاسای صحیحش هم خیلی خوبه. یه گل انفرادی فکر کنم 2 تا گل انفرادی یا یکی گل انفرادی زده بود داخل بورنموث که خیلی قشنگ بود. اصلا بازیکن پا به توپیه این بازیکن که فکر کنم هلندیولاس باشه و داخل بچگی داخل مادرید زندگی میکرده. گونزالو گارسیا هم که از کاستیا اومد به عنوان یک مهاجم نمره 10 رو کسب کرد و اونا دیگه بازیکن جدیدشون کشف کردن و حتی شاید جایگزین امباپه بشه داخل بعضی از بازی‌های لالیگا و رسمی شد که اونا به فروش نمیرسونن گونزالو گارسیا رو. اورلیان شامینی نمره 8 رو کسب کرد، مهره کلیدی و چند کاره در خط میانی و دفاع، بسیار مفید. دقیقاً نمره 8 رو هم کسب کرد. واقعا این بازیکن عالی بود. گونزالو گارسیا بهترین گلزن جام باشگاه جهان تا الان. واقعا نمیدونم 3-4 تا گل زد، میدونم که 3-4 تا گل زد. اورلیان شامینی به خاطر اینکه مدافع داخل رئال بود فصل قبل کم بودن، مدافع بیشتر مصدوم بودن، مجبور بود داخل CB بازی کنه و عملکرد خوبی نداشت. خب پست اصلیش هم نبود. به کارل آنچلوتی بیشتر از اونجا کار میکشید ازش. خیلی کم CDM بازی کرد. اول آخر فصل بیشتر CDM بازی کرد. آردا گولر هم نمره 7 رو کسب کرد. استعداد درخشان ترکیه‌ای که بیشترین پاس گل داد و نیاز به بهبود در وظایف دفاعی داره. این درست حرفش. فران گارسیا نمره 7 در سمت چپ خوب ظاهر شد، اما برای فیکس شدن نیاز به رقابت‌های و تجربه بیشتری داره. این بازیکن از لحاظ فیزیکی بدنی گفتم آماده است. یکی از بهترین بازیکن‌ها داخل دوئل بوده و گل هم زده، پاس گل هم داده. ترنت هم 6.5 رو کسب کرد و 2 پاس گل هماهنگی با سیستم 3-5-2 عملکرد خوبی داشت، اما در حمله کمی مردد بود. اینم درسته.
جود بلینگام نمره 6 رو کسب کرد به دلیل مسئولیت شانه و کتف و فشارهای ذهنی از فرم همیشگیش دور بود، نیاز به جراحی داره. آره درسته. این بازیکن این فصل و یکم از فصل قبل و مسئولیت کتف داشت که باید سریعا بعد جام باشگاه جهان باید جراحی بشه تا زودتر به لالیگا برسه. به هفته‌های اول لالیگا رو از دست میده. کیلیان امباپه هم نمره 6 رو کسب کرد. با خاطر بیماری ویروسی که محدود شد یه گل زیبا زد اما درخشان نبود. خب اونم میگن که امباپه به خاطر اینکه قبل مسافرت بود این موقع خورد که داخلش که ویروسی و داخل اون موقع باکتری بوده، آلودگی داشته و مسموم شده و حدود 6 کیلو میگن وزن کم کرده که فکر نکنم وینیسیوس جونیور بعضی شایعه درست کردن که اینجا نمیتونم بگم. وینیسیوس جونیور نمره 6 رو کسب کرد که تنها یک گل زد و از فرم ایدال خودش خیلی خیلی فاصله داشت. لوکاس واسکز حرفی در مورد وینیسیوس ندارم، مثلا کلا خراب شده این بازیکن و بعضی از بازی‌ها به اون فرم ایدال فصل قبلش برمیگرده. لوکاس واسکز و دنی سبایوس هم 5 رو گرفتن، دقایق کمی بازی کردن، آیندهشون هم مشخص نیست که به کدوم تیم میرن. واسکز که پیشنهادی نداشته و دنی سبایوس هم حالا داره میدن حالا لیست فروش. رودیگر هم نمره 5 گرفته، تازه از مسئولیت برگشته و هنوز به آمادگی کامل نرسیده. این اصلا دلیل نمیشه، یه پاس به عقب که میتونست بده، تازه اومده بود. چرا پس میلیتائو خوب بود. براهیم دیاز نمره 5 فرصت کمی برای بازی داشت، تاثیر خاصی هم نداشت. کاری نداریم با این بازیکن. رودریگو گوئس نمره 2 خیلی کم بازی کرد، احتمال جداییش بیشتر شده. این بازیکن به احتمال زیاد به چلسی و آرسنال میره و به آرسنال فکر کنم پیرویگو شده. آره دیگه باید بره و رودریگو تا حالا دل ژاوی آلونسو جا نگرفته و گفته من به تو نیازی ندارم. راول آسنسیو هم که بدترین بازیکن با نمره 0 بوده، اشتباهات زیاد و بدترین عملکرد بین بازیکنان، کارت قرمز گرفت، پنالتی 2 تا فکر کنم پنالتی داد که الان داخل بازی پی اس جی اصلا علاوه بر اینکه بازی گل اول شد کلی به صورت کلی هم مثلا عملکردش خوب نبود. اون بازیایی که داخل این فصل لالیگا بود اصلا تک میزد، یه عملکرد داشت، قدرت بدنی داشت، اصلا عالی بود. مثلا زمین تا آسمون داخل این تورنمنت با لالیگا فاصله داشت. خب باز بررسی عملکرد بازیکنان و کل آمار بازی. خب بال پوزیشن 68% به نفع پاریس سن ژرمن و 32% به نفع رئال مادرید. 5 تا موقعیت بزرگ را بخش پاریس سن ژرمن داشت که 4 تاش گل شد و یکیش گل نشد و رئال هم مثلا کلا یک موقعیت بزرگ نداشت که یا همون موقعیت مسلم گلزنی. 17 تا شوت پاریس زد و 11 تا شوت زد رئال. متوجه 11 تا شوت نشدم مثلا داخل کل بازی. 3 تا سیو از دروازه‌بان رئال یعنی کورتوا امشب عالی بود و 2 تا سیو هم جان لویجی دوناروما که مثل کورتوا عالی بود. خب 6 تا ضربه کورنر رو رئال زد، 2 برابر پاریس سن ژرمن بود. پاریس سن ژرمن 3 تا زد. هر دو تا تیم 9 تا خطا کردن و 13 تا تکل رو پاریس سن ژرمن زد و 8 تا رو رئال. 9 تا و ضربه آزاد رئال و 9 تا هم پاریس. 2 تا کارت زرد رئال گرفت، یکی هم پاریس سن ژرمن. اینجا الان پخش شدن بازیکن‌های پاریس رو مشاهده می‌کنیم. 3 تا بازی که اشرف حکیمی به همراه دزیر دوئه، عثمان دمبله 3 نفر کنار هم بودن در جناح راست، در اونور سمتن کارسلی یه جوری تنهاه. 3 تا هافک هم به هم نزدیک بودن، 3 تا مدافع هم خوبه چینششون. آره 4 تا مدافع رئال فده والورده خیلی جلوتر بود به نسبت مدافع راست کناری، به نسبت فران گارسیا که مدافع چپشونه که اینجا مشاهده میکنین. باز وینی و امباپه هم کنار هم بودن، گونزالو گارسیا یکم فاصله داشت پشت
جلوی آردا گولر بود. 3 تا بازیکن آوردن، با هم بررسی میکنیم که چند تا پاس گل دادن، چند تا پاس دادن، چند تا پاس گل دادن دیگه. آره 85 تا لمس توپ. پس فابیان رویز بهترین بازیکن زمین، 5 تا پاس اشتباه داد، 5 تا پاسش نرسید فقط و 93% پاسای اون درست بود. یه پاس کلیدی داد و 10 تا لانگ بال یا توپ بلند داد که 8 تاش موفق بود. 80% باید گفت. شوت داخل چارچوب 3 تا بود. یه دریبل کرد که موفق بود. 3 تا دوئل هم کرد برد. یک بارم تو آفساید بود و 2 تکل. و این بازیکن‌ها رو یه امباپه هم میتونم براتون یه بررسی بکنم. یه شوت در چارچوب، یه شوت بیرون چارچوب، 2 تا شوتش بلاک شده، 3 تا دریبل پاس بزنه که یکیش موفق بود، 27 تا لمس توپ، 3 تا پاس اشتباه، از 15 تا 80% پاس درست و یه فکر کنم سانتر کرد که اشتباه که به هدف نرسید. 4 تا دوئل که یکیش موفق بود و یه دوئل هوایی هم که ناموفق بود. 3 تا سیو از کورتوا که 3 تا سیو بیرون محوطه کرد، داخل محوطه کرد. 30 تا لمس توپ، 50% پاساش درست بود. 14 تا لانگ بال یعنی توپ بلند پرت کرد برای جلو که 5 تاش به هدف رسید و همین دیگه. 3 تا بازیکن رو بررسی کردیم. خیلی خبرهای کمی از PSG ولی رئال خیلی زیاده. الان خیلی کم داره اخبار میگم از رئال و آمار میگم. رئال مادرید با وجود انتقادها کمی بیشتر از پاریس دوید که 105 کیلومتر در برابر کمی بیشتر رئال 104.7 بود و PSG 104.6. اما دویدنهاش هوشمندانه نبود. پاریس 681 پاس داد و رئال فقط 306 تا. چامنی با 11 کیلومتر بیشترین دوندگی رو داشت و گولر فران گارسیا مشترکاً 10 کیلومتر. وینیسیوس و بلینگهام هم 7 کیلومتر. امباپه 4 موقعیت گلزنی در محوطه داشت. وینیسیوس و بلینگهام هر کدام 1 موقعیت. کاراتسخلیا 5 و دمبله 2 موقعیت. رئال داخل این تورنمنت 90 میلیون دلار درآمد کسب کرد و پی اس جی در صورت قهرمانی 150 میلیون دلار. اگه جمع بست فکر کنم باید اگه جمع میبندم پاداش مرحله نیمه نهایی 1/4 1/8 جدا باشه یا مرحله گروهی با هم فکر کنم سرجم بتونه حدود 250 میلیون دلار پول در بیاره. و رسانه کوپا هم گفته با این عملکرد دفاعی که داشتن نمیخواد دفاع بخرن و مگر اینکه داوید آلابا در پنجره نقل و انتقالاتی جدا شه که تقریبا غیر ممکنه. داخل این بازی هم جود بلینگهام 100مین بازیشو کرد و 38 گل و 27 پاس گل داد. حالا میخوام یکی از انتهایی ترین آنالیزمو بگم و خداحافظی کنیم. برای رئال این شکست زنگ خطری بود که نیاز فوری به تعادل میان خط میانی و دفاع و تجدید ساختار تاکتیکی حس میشه. داخل این بازی حس شد همه چی. برای پی اس جی این پیروزی تنها 1 قدم تا 5گانه تاریخی فاصله و فینال مقابل چلسی چالشی نهایی برای لوئیس انریکه و شاگردانش. خیلی این برد میتونه آسون باشه براشون. چلسی اصلا یک طرفی بود که خیلی آسون بود بالا اومدن. هرچی تیم‌های ضعیف اومدن تیم‌های قوی رو زدن، داخل بازی با چلسی ضعیف شدن و چلسی خیلی خوش شانس بود داخل این تورنمنت و تا فینال اومدن. خیلی حرفه. فرض کن رئال یا مثلا بایرن مونیخ نیومدن فینال ولی این تیم اومد. خب باز حرفی نمونده. خب رسیدیم به انتهای ویدیو. ممنونم تا اینجا ویدیو بودین. اگه آنالیزو
بررسی من خوب بود میتونین لایک کنین، ساب کنین و نظرتون رو برام کامنت کنین، بگین که نظرتون در مورد این بازی چی بوده. من به احتمال زیاد واسه اخبار نقل و انتقالات میذارم، در کنارش یه ویدیو هم میسازم که خرید نقل و انتقالات جهان رو رتبه بندی میکنن داخل 4 رتبه. خب کورنر همیشه پیشتون هست. تا ویدیو بعدی، بدرود.